د اوسنی امن تاریخ به منظم ولیکو پزرین خط بدا صد څلرویشتم ولیکو پر سپین براغ بتر سپیڅلي کلمې لاندې پر سپین براغ بتر سپیڅلي کلمې لاندې افغانستان په جانان او په سنم ولیکو افغانستان په جانان او په سنم ولیکو میړنی ولاړه نمونه ژوند پات دی میړنی ولاړه نمونه ژوند پات دی بله بلال میشنوی؟ سلام علیکم. احمد مختار در اتاق جلسه روان کو کارشان دارم. درسته داشته. خداحافظ. بخیر باشی. بله سلام علیکم مختار جان. خوب هستی بخیر؟ حاجی صاحب اگر ضرورت داشتم اتاق جلسه بیا. درست است. خداحافظ. بله احمد جان خوب هستی بخیر؟ زنده و سلامت باشی. حاجی صاحب اگر کار داشتم دفتر جلسه بیا. درست است. خداحافظ. سپین بیرغ بتر سپیڅلي کلمې لاندې افغانستان په جانان او په سنم ولیکو افغانستان په جانان او په سنم ولیکو د دې وطن د اتلانو د نامه تورې د دې وطن د اتلانو د نامه تورې د دې وطن د اتلانو د نامه تورې د ګل پر پاڼو به په څاڅکو د شبنم ولیکو د ګل پر پاڼو به په څاڅکو د شبنم. سلام علیکم پدر جان. علیکم بچه بیش. آمدین بخیر. آمدیم بخیر. بله پدر جان. پدر جان ما را خواستی کدام کار داشتی؟ بچه میخواستم که یک موضوع را برایتان شریک بسازم. چیز است مختار بیادرت کجاست؟ ما خو ندیدم میشه پدر جان. شاید که بیاید اگر حال میرسه گفتیش خواهیم بر خبر دادی. السلام علیکم. و علیکم سلام. کجا بودی باشه ناوقت دی؟ والا اینجا دیوالا آمده بود که از ما مصروف بودن ندقه. خب خیر خوب کدی که آمدین. بچه ما میخواستم که یک موضوع را برایتان شریک بسازم. اگرچه میفهم که شما مصروف کارهایتان هستین بسیار وقتتان من نمیگیرم. گپ از این قرار بچه‌ام که من سر روی شما اطمینان دارم. شکر شما بچهای خوب هستین. زحمت میکشین کار میکنین. ولی یک چیز براتون میگم بچه‌ام که همین پول که هست نشه که خدای ناخواسته ارث پول چشمتان کور کنه. این پول زمین نیست بچه‌ام. این پول خانوادگی ما شماست. این شرکتی که میبینی شرکت خانوادگی ما شماست، از خود ما شماست، از جامعه ما شماست، از ملت ما شماست. سالهای سال پس زحمت کشیدم بچیم و این شرکت به اینجا رساندم. مگرم حالا میخوایم که این شرکت تسلیم شما کنم، چون که سر شما اطمینان دارم، باور دارم، شما اولادم هستین. شما از این بعد باید کارها را پیش ببرید، با درستیش باید پیش ببرید. براتون پیشتر عرض کردم که پول زمین نیست، این پول خانوادگی ما شماست، این پول جامعه ما شماست. نفهمیدین؟ این فهمیدیم پدر جان. میخواستی همی گپ را بگویی؟ ما میفهمیم کارهای خدا چی رقم پیش ببره. من میرم یک جای چاش میمون هستم که ناوقت میشه. مختار جان یک دقیقه. پدر جان خیلی بینی از اینکه این مسئولیت بر ما سپردی واقعا مسئولیت خیلی بزرگ است.
انشالله که خداوند این توانایی رو نصیب ما کنه، نصیب ما و مختار جان بکنه که بتونیم مسئولیت‌های بزرگ که خود با عرق ریزی و با تلاش سالها به دست آوردیم ما بتونیم این سرمایه را در راه مثبت به نفع مردم را مصرف کنیم و انشالله هر چیز توان ما باشه ما دریغ نمیکنیم. خداوند سایه خود اثر ما کم نکنه. انشالله که میخواد در کنار ما باشی ما به هیچ مشکلی بر نمیخوریم. همونطور است مختار جان. بچه یه پا به سیاستمدارا خوب است. تو چی به یه پا کاروبار تا پیش ببر، تجارت تا رونق بده، دیگه پشتی یه پا نگرد. نه مختار جان این گپا نیست. اگر ما در فکر آینده خود نباشیم، اگر ما آینده خود نسازیم، اینقدر سرمایه، اینقدر دارایی را که پدرم بر ما تو سپرده، این یک مسئولیت است بر ما. فردا روز ما و شما هم در مقابل پدر ما هم در مقابل خدا جواب داده نیستیم. اگر ما این سرمایه را، این دارایی را در راه منفی، در راهی که مثلا نفعش به ما و به جامعه ما نرسه مصرف کنیم، این خود یک گناه بزرگ است بر ما. بیبی احمد جان تو بسیار ساده هستی. تو پشت مردم و پشت جامعه نگرد. تو در غم خود باشی. تجارت خانوادگی ماست. به خودت نفر سال خوشگذرانی کو، لذت ببر از این پیسه و از این کاروبار. دیگه پشتی گپای خورد ریزه نگرد. من میرم که مهمان هستم که ناوقت میشه. باز گپ میزنیم. گوش کمت بچین. من که فکر میکنم مختار به غیرت بیخم و ترک شخص شده که هوایی شده. این فقط خوش است که مت خوشگذرانی کنه و که تا دوست و رفیق و اندیوال خود بشینه وقت تیر کنه. مگرم تو بچین متوجه کارا باش و تو متوجه مختار هم باش. بفهمانیشه. پدر جان دل جمع باشه. انشالله که من میشنمش امروز گپ میزنم و خودم که انشالله امروز گپ بزنی حتما قبول میکنه. یک ذره کال هوایی شده است نمیفهم چرا. دیگه انشالله که حتما بخیر نه دفتر که ما در کارهای دفتر سهم میگیره بخیر. بیخی دلتون جمع باشه. کوشش کو بچین بفهمانیشه. درسته پدر جان. حتما چرا کنه میفهم. درسته. بخیر باش. بخیر باش پدر جان. افغانستان په جانان او په سنم ولیکو افغانستان په جانان او په سنم ولیکو د دې وطن د تلانو د نامه تورې د دې وطن د تلانو د نامه تورې د دې وطن د مختار خان هم رسید به خیرونه. نان چاش دل جمع سر مختار میخوریم. مختار خان خب از یک انسان میهمان نواز از کل عمر میهمان نوازی ما شما را کده خیر ببینه زنده باشه. راست میگی. ان شاء الله ان شاء الله. خوش آمدی خوش آمدی. سلام. بخیر آمدی. سلام خوب هستی؟ بخیر خوب هستی؟ خدا میشه. ببخشید کم دیر آمدم. خواهش میکنم گپ نیست بخیر باشی. خدایت نارامی است. شکر سلامت هستی. بخیر باشی. تو دیگه چای کامره. اینا چاکلیت هم دیگه دانه که چی میشه. چطور که وقت آمدی مختار خان خیرت بود انشالله؟ والا ببخشیم برادر خیرت خوب بود. یک جلسه داشتیم. چی میگی دی وقت روز جلسه؟ خیرتی خوب بود. و یکم خوشحالم معلوم میشی لالا. والا خیرتی بود. به خاطر این مسئولیت‌ها و کارهای شرکت جلسه داشتیم. راستی گفتی خوشا معلوم میشی. دلیلش چی است که حاجی پدرم همین کل مسئولیت شرکت برای من داد. بعد از این خودتون رئیس هستید. الله مبارک. خیلی بخیر باشید. خب احمد چیکار میکنه؟ احمد هم جای خود است. دیگه بگی آدم چیز نمیگی. خب خیلی بسیار خوب. خیلی ببین شاکر جان. دیگه که چایتان تازه. بله جان که سختش نشدیم. چی گپاز دیگه مختار خان؟ والا خیرتی است. چی کار موجود چی جور میکنم موتور چی جور میکنم چطور کردی؟ دیگه نیت کردیم که پیشتر که نور آقا خانم مجلس کردیم که تیراش جانم کردیم دیگه مشوره از یارم گرفتیم دلم است که یک موتور شویی دم 4 جور کنم خوبم استاندارد. حالا که تو آمدی اینا این موضوع را که تام شدیک میکنیم یک مشکل اقتصادی داریم فهمیدی شکر که یوم حل شده. حالا تشویش نکنین حالا خودتون رئیس هستید فقط پیسه پیدا کنین. حالا راشد برای یک نان بیاره که یک نان بخوریم ان شاء الله باز گپ میزنیم درباره از اون. بیشک. راشد جان خوب یک دو دانه مرغ گرفته بیا. هم تو مرغای مختار حال رئیس شده فهمیدی پشت از این گپا نگرد دیگه. چرب بگرد چرب. باش که پیسه هم بده تو باش یک دقیقه. نه دقیقه. ما بتمش. تو مصرف نکن. نه تو مصرف نکن. تو ما بتمش. ما برو.
افغانستان په جانان او په سنم ولیکو افغانستان په جانان او په سنم ولیکو د دې وطن د تلانو د نامتوري سر پروژه دیگه بچه‌ها کار میکنن ان شاء الله براتون تصمیم میکنه خاطرتان جمع باشه پول از طریق اکانت ارسال کنید شما میرسه هیچ مشکل نیست درست است خداحافظ سلام علیکم پدر جان. نماد بچیم مانده نباشید. آمدم می اسنادای پروژه را آوردم گفتم یک بار همراه خودتان مشوره کنم. خوب گفته. دیگه اینی مصارفی است که اونم پولی را که جور کردیم بخیر کارش تکمیل شده مصارفش است. و ای هم از 10 حلقه چا است. بیا. از 10 حلقه چا است که بخیر کار تمام تکمیل است اینقدر مصارفش را تمام اینجا است. سلام علیکم. و علیکم سلام. حاج صاحب اسناد یک رو چک میگردید. اسناد چی است؟ اسناد فروشات است. از فروشات است. بله. گوش کو بلال جان. خوب شد که تو آمدی و تو رو دیدم. من در این مورد یک جلسه هم میتونستم که بگیرم ولی فرصت نیافتم. ان شاء الله با جلسه میگیریم دیگه. از این بعد هر اسنادی که میایه به شرکت هر اسنادی که از نظر تیر میشه برای من نبیاریش. ببریش بر احمد جان. احمد است و مختار است که مسئولیت‌های کاری بر از یاد تسلیم کردیم. از این بعد کل مسئولیت‌ها مربوط از یا میشه که یا امضا کنن. درست است حاج صاحب. دیگه بچه داره چک کو بگی. دیگه چی گپ است؟ دفتر بچه آمدن هم کارا کل آمده؟ همگی آمدن حاج صاحب مصروف کاروبار خداست. همگی مصروف کار است. هیچ مشکلی نیست. نه صحیح. احمد جان از این بعد اسنادا رو خودت چک می‌کنی. درست است پدر جان. بررسی می‌کنی، امضاش می‌کنی، صفا سوتره برای بلال تصمیم. درست است. نه بلال جان. تشکر. اجازه بدید. بخیر باشی. و اینیش پدر جان اینی آخرش هم از اونمو پارک است که پارک است نه؟ نگفتی که این پارک بسیار وسط شهر است. بله. غم هواش خوردین نه؟ بله بله پدر جان اولین کاری کردیم ما 2 حلقه چا در دو طرف پارک حفر کردیم و کارهای چا هم خلاص است و فعلا هم درختار هم شاندیم. فقط روی چمناش کار میکنیم بخیر چمنا کارش خلاص شد. بسیار خوب است. صحیح است. مختار شد به کار میاد. نه پدر جان خوب است. یک ذره متوجهش باش. است هوایی است. دلتان جمع باشه پدر جان. فعلا با اجازه. صحیح میتونی رفته. بخیر باشید. تلانو د نامتوري د دې وطن د تلانو د نامتوري د دې وطن د تلانو د نامتوري. والا خوب گفت شاکر جان. بخیر کارا رو شروع کو. دو کار خوب پیسه زیاد کار داره مختار خان. قبلا اون امرای تو شریک کرده بودم این موضوع را. عجب گپ میزنی. مختار پیشتر خودش گفت مسئله پیسه است. دیگه یکی خودتان رئیس خودتان هستین. راست میگه. از پیسه تشویش نکنین. راشد جان امرایتان هست. بخیر دیگه دیوالا رو بگوین. کارایتان شروع کنین. از لحاظ پیسه تشویش نداشته باشین. خب سلامت باشی، خیر ببینی، زنده باشی بیادر. شما آرام بشین نان داره بخورین. کجا بخیر؟ در عجله دارم که باید روزای اول دفتر است. باید بریم طرف دفتر. شما آرام کرده بشین نان داره بخورین. ان شاء الله باز گپ میزنیم. کارایتان بخیر شروع کنین. دعا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی اطعمنا سقان جنة. نوش جانتان. شما نخیرین. من رفتم. خب پناهت به خدا خیر ببینی. یگان چکر همت بیا. میایم ان شاء الله. پناهت به خدا. گل پر پانو بپساس کو د شبنم ولیکو د گل پر پانو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدمت همه شما. علیکم السلام. صبحتان بخیر. خواستم در اول صبح یک جلسه کوتاه و مختصر بگیریم در موردی که کارها چقدر پیش رفته، پروژه ها به کجا رسیده. انشالله که جلسه ما کوتاه هست و میخوایم که از شما بشنویم که کارها چقدر پیش رفته و پروژه های ما چقدر مفید تمام شده. خب انجینر صاحب کار شما چطور شد؟ کمک ها چطور شد؟ انشالله که به مستحقین رسید، مستفید شدن و در جریان توزیع کمک ها انشالله به کسی کدام مشکل پیش نشد. تشکر جناب رئیس. الحمدلله تمام کارها به شکل منظم و درست با همکاری مسئولین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان و کمک نیروهای امنیتی و همکارا با وجه احسانش تطبیق شد. کمک ها تماما به او عده مردمی که دوباره به وطن عودت کردن رسید و قناعتشان حاصل شد. خاطرتان جمع باشه. الحمدلله شکر خداوند شکرگزار هستیم که حداقل میتونیم در این شرایط دست هموطنان ما را بگیریم و خداوند توفیق بیشتر نصیب کنه که بتونیم بیشتر به وطن ما و هموطنان ما خدمت کنیم. ستاسو په اجازه غواړم چې د مخکینی پلان په اړه باندې کوم چې د رئیس پلان حاجی صاحب راته راکړی و معلومات درکم. خب بفرمایئ مهرباني. څرنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ چې حاجی صاحب د یو پله جوړولو اقدام کړی و
دغه کارونه تر سره شو نو زه زما د کلی د مشرانو او دولتي چارواکو سره لیدنه کوم تر څو چې دغه د افتتاحیه ورځ موږ ته معلومه کړي. سلامت زنده باشی. انشالله که ما و شما هم یک وقت مناسب دیده میریم و از نزدیک میبینیم. خب قسمی که ما و شما در جریان هستیم و شاهد هستیم که همه روزه در سر وطن ما هر گوشه و کنارش ببینیم که ساخت ساز سرک ها جریان داره. و الحمدلله که ما و شما فاصله هایی را که بعد 2 روز 3 روز میرفتیم حالا میتونیم ما و شما در 60 70 بریم در هر طرف وطن خود بگردیم. هم امنیت است و هم شکر سرک ها آباد شده. به این ارتباط خودتون انجینر صاحب کارهای سرک براتون سپرده بودم، پروژه سرک چقدر پیش بردین، چقدر کارش پیش رفته، چقدرش هم باقی مانده میشه که برام بگویید. کار سرک خب با وجه اصلا ما تا فعلا پیش بردیم 80% کارش تکمیل شده، صرف یک قیرش مانده که اونام تکمیل شه و باز در جلسه بعدی راپور مکمل شه برای شما میدیم. ماشاءالله بسیار خبر خوبی است به ما و شما. خب اگر کدام پیشنهاد انتقاد سوالی نباشه جلسه رو میجا ختم کنیم که بریم ما و شما هم با کارهای خود برسیم. زنده و سلامت باشی رئیس صاحب. دیگه کدام گفتنی نداریم. خودت مدیر صاحب کدام پیشنهاد چیز نداری؟ نه کدام گفتنی ندارم. خب بخیر سلامت باشین. نه کدام موضوع جدید نیست رئیس صاحب. ما موضوعات جلسه فعلی را یادداشت کردم. ان شاء الله کدام موضوع جدید هم که باشه ما به دقیق از این موضوعات یادداشتش میکنم. بعد جلسه بعدی ان شاء الله سرش بحثات کردیم. سلامت باشین، زنده باشین. براتون آرزوی موفقیت دارم. خداوند همیشه همین قسم موفق و کامگار داشته باشن. حالا یک دعا میکنیم میریم به کارهای خود میرسیم. خب بریم به کارهایتان برسیم. بفرمایید. تشکر. جلال جان من اینم بگم نوید راست. سلام علیکم. آمدی بخیر؟ و علیکم سلام مدیر. همین بچه را بخواید در اتاق جلسه که جلسه کاری بگیریم. جلسه پیش از آمدن خود تمام شد. چطور؟ احمد امروزشان جلسه گرفته بود، جلسه تمام شد رفتن همکارا. احمد کجاست؟ احمد امروز انجینیر صاحبا سر ساعت رفتن. خب درست. برای یک چای روان کن. درست است. اجازه است؟ سلام علیکم و رحمت الله. علیکم سلام. بخشش باشه وقتتان میگیرم. رئیس مختار کار داشتم. چند دقیقه پیش از دفتر برآمدن. خب نگفتن کجا میرن؟ نه والا چیز نگفتم. تو رفت اما برادرش احمد در دفتر است. خب میشه مرا راهنمایی کنین می دفتر احمد کجا هستن؟ می دفتر روبروی دفتر احمد جان است. بفرمایید. خب تشکر. سلامت باشین، زنده باشین. اجازه است؟ بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستین رئیس محترم؟ صحتان خوب است؟ بخیر؟ بخشش باشه. ما از جمله رفیقای مختار جان هستم. بفرمایید. خوب است ان شاء الله؟ شکر. سلامت باشین، زنده باشین. چی مشکل داشتین؟ شکر که امروز شما معرفی شدیم. قبلا امروز شما معرفی نبودیم. تعریف ها و توصیف های شما را زیاد شنیده بودیم. خیر ببینید. شکر که خوشبخت شدیم که امروز شما معرفی شدیم. ما قبلا امروز مختار جان یک موضوع را شریک بودم. من می‌خواستم که یک موتور شی جور کنم. خب یک چای عمیق ضرورت بود. به یک مقدار پول ضرورت داشتیم. دیگه اینیام برآوردش هست که اونم برآوردش ببینین. ما پیسه ضرورت هست که کمک کنین امروز ما. کار خیر است ان شاء الله. خیر بر کلگی برسه. خب بفرمایید. کارتون بسیار کار خوبی است. ولیکن قسمی که ما اسمالا رو دیدم تا حال شما کارهای قانونیش خلاص نکردین و هیچ امکان نداره که ما بخوایم یک کار غیر قانونی پیش بریم و شما باید از ارگانهای مسئول و مربوطه امر کندن چاره بگیرین. بعد از انشالله هر خدمتی باشه ما و شرکت ما در خدمتتان هستیم. دیگه شما میفهمین که کار غیر قانونی هیچ امکان نداره و باز در این شب و روز در این وقتا میفهمین که چقدر ما شما
با مشکل کمبود آب و نبود آب مواجه هستیم و اگر ما می قسم خودسرانه و بی‌تفاوت هر طرف چا بکنیم و بدون از اینکه ما ادارات مسئوله و ارگان‌های مسئوله در جریان بانیم کار خودسر شروع کنیم، این طبعا که هم به ضرر خود ماست هم به ضرر جامعه ماست و اگر شما کارم شروع کنین باز هم ارگان‌های مسئول میان و در اسرع وقت مانیکارتان میشن، در پلیس یک مانیکارتان میشن، شما را مجازات قانونی هم میکنن و اما هیچ نوع کمکی در کاری که غیر قانونی باشه کردن نمیتونم، چرا که هم نام خود ما بد میشه، هم نام شرکت ما و هم هیچ فایده ازی به مردم ما نمیرسه. رئیس کدام کار غیر قانونی؟ ما میخواستیم که یک موتورشویی بجور کنیم و یک چا ضرورت بوده که کدام کار غیر قانونی نیست. همراه ما یک 2-3 نفر دیگه هم در کار میشه. چطور نیست صحبه داره؟ این کار خود هیچ امکان نداره. باز ما شما میفهمیم که چقدر آبای زیرزمینی ما پایین رفته و ما مسئولیت ما است که ما امی منابع آبی خود حفظ کنیم. خود خیر مشکل نیست، درست است. ما همراه مختارم موضوع را شریک میکنم گپ میذارم. باشین چاش تا وقت نان است. خداحافظ تان بخیر بریم. خداحافظ. خیلی درست است، ما با مختار یک تماس میگیریم ببینیم که چی میگه. بله، سلام علیکم لالا. و علیکم سلام. جون چیزی بابا جان؟ انشالله خیراتی هست. چی کردین کاربار تا شروع کردین یا نه؟ خیراتی هست شکر. به می خاطر بر زنگ زده بودم. شاکر همون پیش آمد برش پیسه ندادی. دیگه اسنادایش هم نگرفتی. دیگه این رقم که باشه این رقم کار پیش نمیره لالا. بی پیسه کار نمیشه. چی وقت آمده بود؟ مولای تجریان نیستم. همیال زنگ زده بود. گفت من رفتم شرکت. پیسه برای من نداد دیگه هم اسنادای مرا نگرفت. والا من هیچ خبر ندارم خیلی. تو باش من پرسال کنم انشالله شما رو در جریان میمونم. درست است یک بار گپ بزن میشه یا نه. اگر نمیشه که من یک چاره دیگه بسنجم. فعلا خداحافظ. سعید خداحافظ. چیه؟ ماذا بیبی؟ سلام علیکم انجینر صاحب. و علیکم السلام. بخیر اغلی. خوب است ان شاء الله. صحت خوبه؟ څنګه انجینر صاحب جوړه؟ طبیعت خیر خیر سلامت اوسه. انجینر صاحب قسمه که معلوم میشه نه بخیر کارهای پلم تمام شده. او لخیر سره د پل کارونه خټول لخیر خلاص شو او کاریګران می ټول رخصت کړه او پرون رنگ موزیم خلاص شو او خلک تګ راتګ ان شاء الله چې ډیر ژر به افتتاح وشي. خو انجینر صاحب نگفتی که دی ساعت کدام کار دیگه روی دست داری یا خیر؟ او لخیر سره نور کارونه هم تر نظر لاندې لرو. د انجینر صاحب په مرسته او د پلار حاجي صاحب په مرسته هغلته یو بل پل هم دی چې هغه به هم ډېر زر جوړ کړو. خو انجینر صاحب انشالله که هموطنای ما از این پل به خیر به خوبی و خوشی و سلامتی استفاده کنن. دیگه خوب است که بریم پل هم ببینیم یک بار. بفرمایید. افغانستان په جانان په سنم ولیکو د دې وطن د تلانو د نامه تورې د دې وطن د تلانو د نامه تورې د دې وطن د تلانو د نامه تورې. سلام علیکم بیادر جان. علیکم سلام. خوب هستی؟ ساعت خوب بخیر. خیرتی است؟ بخیر هستی؟ ساعت خوبه؟ قرار است ان شاء الله. آمدی بخیر؟ بخیر باش. دی روزا زیاد مصروف معلوم میشی. والا مصروف همین کاروبار هستم. بازم پلی را که پدرم همراه مردم وعده کرده بود دیروز رفتم او را نزدیک دیدم. خوب کردی آفرین. دیروز جلسه هم گرفته بودی فکر کنم.
یک جلسه هم هم کارا گرفته بودم. یکی از رفیقا اومده بود پیشت به خاطر پیسه کاروبار میخواد شروع کنه، باش پیسه ندادی چرا بچه؟ یک دوست دیروز پیش ما آمده بود، گفت که یک موترشوی جور میکنم، یک چای عمیق میزنم. باز ما اسناداش سعی کردم، امر نگرفته بود. باز خود میفهمی که مسئولین بسیاری موضوع را جدی گرفتین و امروز اول که پدر ما بر مسئولیت شرکت سپارت، گفت که تنها به فکر منافع خود نباشین، تنها به فکر از این نباشین که به خود سرمایه جمع کنین، بلکه این شرکت سرمایه هم در خدمت خودتان باشه، هم در خدمت این وطن باشه، هم در خدمت این وطندارای ما باشه. وقتی باز من اسنادای رفیق دیدم که غیر قانونی است، باز خودتان میفهمی هر روز میبینی که چقدر ما شما با مشکلات کمبود آب مواجه هستیم. خود از این یک اسراف آب بود دیگه، کارش غیر قانونی بود. لالا جان خفه نشی، باز ما امرش کمک نکردم. همین یک گپ ما کم گرفتی که پدرم گفت که تو آدم باید گفتم که کارهای شرکت پیش ببر، در فکر خود باش، به خود پیسه پیدا کن، تجارت خودت پیش ببر. بازم گپ مردم هم گپ جامعه. اونم آدم آمده بود که اینجا کاروبار شروع بکنه، در پولی چند نفر دیگه در کاروبار میشد، مصروف میشد امرایش. تو گرفتی اونها جواب دادی. ما حالا میرم باز گپ میزنیم. چای تخ میخوری لالا؟ بفرمایید. السلام علیکم. السلام علیکم. ایسا بکرم بفرمایید. خوب هستین؟ ساعتون خیر است قربان شما. سلامت باشید. تشکر. بخیر هستین؟ لطف و مرحمت کردین. قربان شما. سلامت باشید، زنده باشید. سلامت باشین. سردش چای داریم بخوایم براتون. سلامت، می چای میخوریم. سلامت باشین. ما و اهالی امی قریه تصمیم گرفتیم که به شما بیاییم. باز در راه آمدیم، همگی مرا مجبور ساختن که خودت باید بری، خودت بزرگ هستی. پیش شما آمدم دیگه، به نمایندگی از اون آمدم، از خاطر امو احاطه دیوار مسجد امو را تا یک جای را خلاص کردیم، کم کارش مونده. اگر شما کمک کنین ما را خوش میسازین. کدام مسجد سایی صاحب؟ همین مسجد نزدیک کوچه ما که هست، کل کارش خلاص شده، فقط اما احاطهش مونده، اونمو پلسترکاری میشه. خیر و خلاص، به کمک شما نیاز داریم. چرا نه صاحب، کار خوبی است، باید همگی سهم بگیرن. سلامت باش. این خود جور کردن راه، مسجد و دیگه کارهای خیریه که آدم انجام میده، مردم از استفاده میکنن، خودش صدقه جاریه است. سلامت. باز ما هم سهم خود ادا میکنم. امیدوار هستم که دیگه مردم هم سهم بگیرن و ان شاء الله کارتون بخیر تمام شود. قربان شما، سلامت باشین. ما و اهالی مسجد، اهالی قریه ما همیشه در حق پدر بزرگوار شما دعای خیر میکنیم. خداوند ان شاء الله اونا را صحت کامل نصیب کنه. خوبی و نیکی از خودتان است که ما را خوب میبینین. خداوند شما را خیر نصیب کنه، در همچین کارهای خیریه سهم میگیرین، زحمت میکشین و ای که تا اینجا قدم رنجه کردین. مگه میفهمیدم خودم شخصا میامدم اینجا مشکلتان پرسان میکردم. ان شاء الله خودم شرکت ما، هر کسی که شرکت ما کار میکنه در خدمت مردم هستیم، به خاطر این وطن کار میکنیم، به خاطر راحتی این مردم کار میکنیم. سلامتی تان از خدا جان میخوایم. وقت نازنین تان نمیگیرم، اگه اجازه تان باشه که ما برم. صاحب اجازه است نوای صاحب، قبل از اینکه برین نان ما بیخی آماده است. قربانه. دیگه میفهمین سر چاشت است. سلامت. نان خورده میشینیم عکس قسم میکنیم، باز برو طرف خانه برو. خداوند میگم شما را عزت بده، خدا همیشه خوبی ها را نصیب شما کنه. اجازه تان باشه ما برم. قربان شما صاحب. السلام علیکم. سلام علیکم. درست است انشالله. باز از نزدیک میبینیم. مهمان آمد، باز انشالله میبینیم. خود درست است. خداحافظ. انشالله باز میبینه. سعید، خدا نگهدار. خیر بینی. خداحافظ.
خوش آمدین، بخیر آمدین، خوش آمدین. سلام علیکم. مختار جان مانده نباشید، بخیر آمدید. خوب هستی؟ بخیر آمدین. خوب است. نور بیادر مانده نباشید، بخیر آمدید. صحت خوب است؟ صفا آوردین، بخیر هستین؟ صحتتون خوب است؟ بفرمایید بخشش باشه. دیگه اینجا یک کمک هوا خوب بود، گرمی است. ماشاءالله. دم باغچه براتون جای جور کردم. گل گلکاری منظم، هوای بسیار خوب است. خیر ببینی، سلامت باشید. شکر که بخیر آمدین. خیر ببینی. خیمه برسن یک گلاس چای پرتم. ماشاءالله خوب گلای مقبول پیدا کردید اینجا. والا دیگه شوق است. شوق گل خو بهترین شوق است. بهترین شوق نمیسته. چطور از کارهای شرکت بخیر؟ حال مسئولیت های تام زیاد خواهد شده باشه. نه خوب است دیگه، قبط نیست. چیکار تو کارا رو آدم؟ منتظر شما بودم، من خاطر آمدم. خیر بینی، زنده باشی. والا هم کارا را متوجه که بررسی کردم و که دیدم فهمیدی جنبه قانونیش در نظر نگرفتیم. چی جنبه قانونیش آدم؟ ما و شما به عجله خواستیم که می کار در راه پرتیم و صاحب یک عاید شویم. من تا از جنبه قانونیش خبر نبودیم. در سابقه هم وطنهای ما و شما چاهای عمیق می زدن دیگه. بر ما و شما معلوم است که در آخر سطح آب بسیار پایین رفته و نمیفهم که چطور کنیم. چرا پایین رفته؟ در حدود 100-1.5 متر فعلا آب در زیر زمین پایین رفته. 100 متر نه، 100 متر 500 متر بزن. نه دیگه چی گپ هست؟ خب مثلا کاروبار شروع کن آدم، ببین با انانک کاروبار شروع کن که پیسه دار شدیم، از این میرا پیدا ما میباشه و دیگه گفتی غیر قانونی است. هیچ غیر قانونی نیست. یک دو نفر پیدا میکنیم، یک چند نفر برای ما کار میشه. ما یک کم به خاطر زمین سوسو دست پای کردم، اما تا جایی که فکر میکنم این کارهای ما نتیجه نمیده. چرا نتیجه نمیده آدم؟ چرا چی شده؟ خود رفتی زمین ها رو انتخاب کردی، یک چهار دیوالیش کو، باز برای سرش فکر میکنیم که چی جورش کنیم. نه مختار خانی رقم که فکر میکنی رقم هم نیست. حال فعلا هر کار کس مجرای قانونی خود داره و چند روز قبل هم ما پیش احمد جان رفتم، این موضوع هم را شریک کردم. یک چند پا پول ضرورت داشتم به خاطر از این کندن چا و این وسایل موترشویی. بر از او که جریان قصه کردم و هم امرای ما همکاری نکرد. گفتی کار را که شما در انداختین این جنبه قانونی نداره، باید از مرجع قانونیش باید پیش بریم. اوه گپی رقم است. انشالله با یک کار میکنم، شما تشویش نکنین. درسته، توکل به خداوند پاک. الو این آمدم. درست است. خداحافظ بیادر برای من یک کار ضروری پیدا شد. انشالله شما تشویش نکنین، من میبینم که چی کلمه ایتانم. بیخی میرم شاش تستکر قربانت. درست است. خیلی باز یک چرت میزنیم سرش، توکل به خدا. اگر نشت یگان کارهای دیگر پیش میپردیم. والا لالا نور فهمید همی کارا را که ما شما در انداختیم کدام نتیجه خاص نخواد بده و از راه مرجع قانونیش هم پیش نرفتیم. کوشش میکنیم که یک کار را در راه پرتیم که هم منافعش به خاطر مردم ما باشه و به خاطر وطن یک چیز بر ما شما هم شود. کوشش میکنیم یک چرت بزنیم که یک کار را شروع کنیم که خیر کلگی داشته باشه. توکل به خدا. نظر تو چی است؟ چی کنیم تو بگو؟ بسیار یک گپ خوب گفتی. این دو موضوعی را که میخواهیم سرش کار کنیم غیر قانونی نمیشه. زنده باشی، خیر ببینی. به می خاطر میگم که یک فکر دیگه کنیم. همین دو کار که ما شما شروع کردیم در ابتدا جنبه قانونیش نسنجیدیم. صحیح است که قانونی است. مثلا دولت بر ما شما اجازه از این میده که موترشویی جور کنیم. دولت اجازه از این بر ما میده که ما شما فارم و فابریکا و یک شرکت بسازیم. من تا از راه قانونیش به شکل قانونی پیش بریم که هم فایدهش بر مردم برسه، هم بر وطن برسه، هم بر خود ما شما برسه. خیر بینی، زنده باشی. به این خاطر که این کارا که هست نتیجه نمیده که مثلا دولت در جریان نباشه، جنبه قانونی نداشته باشه، یا نتیجه نمیده عیف سرمایه ما نکنه که مثلا در یک کار غیر قانونی پرتیم. او دومی که در آخر این بر تو معلوم است که زمینایی که دولتی که غصب شده بوده
به فضل خدا دولت تمامش پس از غاصبین دور داد و کسایی که مثلا چاهای عمیق غیر قانونی میزدن جلو از او گرفته شده. توکل به خدا موضوع را کردیم مختار شریک کردیم که مختار چی میکنه، منتظر مختار می باشیم. خیر ببینید، زنده باشی. آقا جان سلام علیکم. السلام علیکم. چی حال داری؟ خوب هستی ان شاء الله؟ ساعت خوب بخیر، خیراتی. سلامت باشی، زنده باشی. رفتم خانه پرسان کردم، گفت کاملا مسجد امروز مولوی صاحب کار داره. باز آمدم اینجا پیش تینه، خوب شد که دیدم تا. یک کمی کردیم مولوی صاحب کار داشت، مال بر اومدم خود دیدم. چطور است باشیم؟ طرفایتون خیراتی است، پدرت خوب است؟ کارا چطور پیش میره؟ کارا شکر الحمدلله خوب است. ها یک کمی چی بچیم؟ قسم خود در جریان است کاکا جان. نه مختار یکم کارای خودسرانه میکنه. کم به ضرر خودش است، هم به ضرر شرکت ما، هم به ضرر وطن ما. چطور یعنی؟ خود خب میفهمی کاکا جان که کاروبار و مسئولیت‌های شرکت تمامش بدنم بر ما و مختار جان سپرد. از امروز اول مرا تنها بی مسئولیتی کرد، گفتم برو خیر است خوب میشه. با وجودی که اصلاح نشد دوگام بی‌بندباری زیاد شد. همراه رفیقای خود یگان کارهای غیر قانونی میکنه. گفتم خودت ببینم همین گپا را برات بگویم، خودت نزدیک همراه صحبت که بفهمونشه برش بگو که کارایش اشتباه است، درای اشتباه روان است. گرچه که پدرم چند بار فهمان نشه برش گفتم که پدر جان این تو کارا میکنه، پدرم شان نشه. باز دیدم که نشد، گفتم باش خودت ببینم یک بار همراه خودت جریان مانم که اینم تا قضیه است، تا یک مسئله است، امور یک بار بفهمونی. خود جان کاکا خوب شد که مرا در جریان ماندی، تو دیگه تشویش نکن، ان شاء الله باز ما ببینم و میفهمونمش دیگه پاره. حالا کجا رئیستی؟ خب یک بریم طرف. زنده باش کاکا جان، برم دفتر که زیاد کاراست. با ان شاء الله یک وقته که دیگه میشینیم با هم قسم میکنیم. صحیح جان کاکا، خیر فعلا خداحافظ. خداحافظ. با امان خدا. با امان خدا. خب برادر، چطور شده چیزی است؟ مردم از کار راضی هستن یا نیستن؟ والا شکر الحمدلله پدر جان، مردم هم راضی هستن، شکرم. کارم بسیار به صورت درست و مستقیمش پیش میره. مختار چه که تو کارا را؟ والا پدر یک دو سه کار شروع کردیم بخیر. ان شاء الله پیش روان هستیم. شما چطور بچا؟ خوب است الحمدلله. چطور از کارا خوب پیش میره؟ مردم راضی هستن از کار؟ ما یک دو سه کار امرای مختار در راه انداختیم. من تا کدام نتیجه خاص مثبت در دست ما نآمد. چرا؟ پدر جان من برات اصل موضوع را میگم. به خاطر کار از یا پیش نمیره، به خاطر در کارهای خود موفق نیستن. من میگم به خاطر چی؟ مختار دو رفیق دیگه خودم از کار کشیده. یکیش گفته که برو موترشویی جور کو 200 متر چا بکن. در حالی که نه ارگان‌های مربوطه در جریان مونده و نه امر گرفته. حالا 2 متر چا را کسی به امر کندن نمیتونه، چی برسه به 200 متر. و دیگر رفیقش رفته زمین پشت مکتب و بدون امر و اجازه ناحیه میخواست 4 دیواری کنه که هیچ امکان نداره. و ما شما شاهد هستیم که چقدر زمین‌های غصب شده دوباره در اواخر از طرف مسئولین پس گرفته شده. صحیح؟ اما آیا به صورت درست مستقیمش پیش میره؟ با خوبیش پیش میره؟ نه. کارهای ازیا کلا غیر قانونی است پدر جان. از این خاطر چی غیر قانونی است؟ برادر احمد راست میگه. بی جان کاکا، این موضوع رو مطالعه که پدرت یاد نکردیم. بار کج در منزل نمیرسه. این موضوع رو شاید خودت هم درک کرده باشی. اما که مسئولیت به دفتر پدرم برای من سپرد، اما برای ما گفت که کار بکنین که هم نفتان به وطن برسه هم به مردم برسه. ما هم یک دو سه کار شروع کردیم که همراه ما یک چند نفر در کار شوه. گوش که مختار بچیم، تو گپ مرا درست درک کردی، مگرم کار را به اصولی و قانونیش انجام ندادی، خودسرانه پیش رفتی. آقای صاحب شما را خداوند خیر نصیب کنه، خیر ببینین، سلامت باشین. بالکل درست فرمودین. ما امرای شما در حضور داشت مختار خان امرای شما وعده میکنم اگر احمد جان حاضر باشه ما بعد از این کدام کار هر کار قانونی باشه ما هم کار پیش میپرتیم که خیرش هم بر ما بر ملت هم بر وطن ما برسه. سلامت باشید. شاکر راست میگه. ما موافق هستم. بسیار عالی. ما در خدمتشان هستم، ما همراهشان هستم. انشالله میگن هم خورما هم ثواب. هر وقت که بیان هم دروازه دفتر ما کار بارم بروشان باز است. اینه باشه. این حال پدر جان اگه اجازه باشه ما میدیم که دفتر زود کارات سه. با اجازه تون پدر جان. کاکا جان خداحافظ. خداحافظ تان. بریم شاکر جان. بریم. ما از امروز اول فهمیده بودم که مختار از کار نیست. این حال برم ثابت شد. بیا خیر باشه.
بیادر با اجازهت من یک وضو میگیرم. برو مهربانی. شما آرام باشید. گپ از این قرار است بچه‌ام که من سر از روی شما اطمینان دارم. شکر شما بچه‌های خوب هستید. زحمت میکشید، کار میکنید. ولی یک چیز براتون میگم بچه‌ام که همین پول کس است. نشه که خدای ناخواسته ارث پول چشم بتونه کنه. ببین جان کاکا، حال چر زدن هیچ فایده نداره. باز مایی را میگه هر وقت که از او بگیری تازه است. بالاخره این پدرت دل سرد میسازی. کاروبار از پیشت میگیره، از شرکت اخراجت میکنه. باز وقت چی میکنی؟ بگو برام. نکنی بچه. خب حالم چیزی نرفته. مقصد کوشش کو که از ایبات متوجه باشی. کارهای تا به مسن صورتش پیش ببر. نه خدا جگر خون کنه این بابیت جگر خون کو بچه. والا کاکا جان رسیم که وقت خدا به جای تیر کردیم. همراه رفیقا در خوشگذرانی و کارهای غیر قانونی تیر کردیم. اگر تا بال همراه احمد جان کار میکردیم شاید دوسری کار دیگر هم پیش برده بودیم. هم نفع ما به وطن میرسیدم به مردم. و نه پیش رفیقام به اعتبار شدم، پیش شما به اعتبار شدم. انشالله بعد از این همراه احمد جان کار میکنم کم نفع ما به وطن برسم به مردمش برسم. جان کاکا مرا دیگه پای بسیار خوش ساختی. اینمی جامعه و اینمی وطن سر ما شما حق داره. تنها ما شما یک مسئله را فکر نکنیم مسئله پولشه. این را فکر کنیم که ما باید وطن خدا آباد بسازیم، وطن خدا باید مترقی بسازیم، باید کار بکنیم و کار غیر قانونی جان کاکا هیچ وقت برای کس نه فایده کده و نه فایده میکنه. میگن که بارکج به منزل نمیرسه. من پیشترم کل مسئله را برات گفتم. دیگه جان کاکا خیر امی که تو باید پای بردی. من انشالله پدرت میگم و پدرت هم از تصمیم بسیار خوش میشه. این مرا که به صفت کاکایت خوش ساختی پدرت هم حتما خوش میشه از پیشت. خدا خیرت بده جان کاکا که مرا ناامید نساختی. همه با هم در پرتو قانون به طرف یک افغانستان آزاد، آباد و باثبات.